1403 تمام این برگه‌های سرشماری 12403 تمام این برگه‌های سرشماری رو باطل اعلام کرد. 1212403 تمام این برگه‌های سرشماری رو باطل اعلام کرد. و در سایت وزارت کشور که بارگذاری شد اعلام کردیم چه کسانی می توانند برگه سرشماریشون رو به یک کارت یک ساله اقامتی تبدیل بکنن که 6 گروه هستن و این 6 گروه رو در سایتمون بارگذاری کردیم و اونها می توانند بیان این برگه سرشماری رو تبدیل بکنن به یک کارت اقامتی یک ساله و اون کارت اقامتی یک ساله هم بستگی به شرایط اون افراد داره. اگر ما نیاز داشته باشیم، اگر رفتار اونها منطبق بر قانون باشد، امکان تمدیدش وجود داره. وگرنه این تصوری که وقتی به یک کسی یک برگه‌ای میدهیم و تصور میکنه که تابعیت گرفته، یک تصور اشتباهی است که در ذهن بعضیا ایجاد شده و من اعلام میکنم ما دیگر امروز عنوانی با عنوان برگه سرشماری به عنوان یک هویت قانونی در کشورمون نداریم.